درست 3 سال پیش تو همچین روزی همینجا ما اومدیم یه برنامه رو ضبط کنیم واسه شب یلدا. یه دوست عزیزی به شدت با ما مخالفت کرد، گفت تو این اوضاع کی اصلا جشن میگیره، کی عروسی میکنه. اعتراف کن حالا خودش اومد شده پشیمونم خاک اعتراف کن بگو اشتباه کردم. هیچ احساسی اگه میخواین عروس بشید، داماد بشید، تضمینی نهایت 3 ساله ما میتونیم برنامه رو براتون جمع میکنیم. این آقا کسایی که از نزدیک میشناسنش میدونن چه شخصیتیه، میدونن یکی از سرسخت ترین دامادای دنیا بود، ولی خب به لطف خدا به راه راست هدایت شد و الان شب یلدا دومادیشه. آقا آماده کنید امشب تو عمرت نبر از یاد، آهای آهای داماد عجب عروسی رو خدا